قربانیان انفجارهای روز گذشته کابل با کوله‌باری از امید و آرزو امروز در این تپه در غرب شهر کابل در گورهای کوچک در کنار همدیگر به خاک سپرده شدند. برادرزاده‌ام است، دختر 15 ساله، صنف 8 مکتب بود. کلش آرزوش رفت زیر خاک. وزارت کشور افغانستان امروز تعداد قربانیان انفجارهای عصر خونین روز گذشته کابل را بیش از 50 نفر اعلام کرد. اینایی که کشته شدن دیروز، اینایی که مورد حمله قرار گرفتن، کلشون کسایی هستن که از 13-14 سال به بالا نیستن. انفجارهای روز گذشته کابل بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. امروز در این تپه پیکر قطعه شده دختر دانش آموزی هم بدون نام و نشان به خاک سپرده شد که از او فقط همین دفترچه باقی مانده است. دیگه در اینجا فقط یک نام نوشته است، تقسیم اوقاتش است و اینجا یک نام نوشته کرده به نام عاطفه و اینجا نوشته است اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز در این تپه بر بلندای غرب شهر کابل خبری از کشورهایی نبود که 20 سال قبل به افغانستان حمله کردند تا امنیت را برای مردم آن تأمین کنند. جوامع بین‌الملل در افغانستان حضور یافتند. وقتی آمدند حرفشان، پیامشان بر ملت افغانستانی بود که در افغانستان امنیت بیاره، ولی چنین نشد. جوانان عزیز، هم سنگران هم رزمان علم دانش، روحیه‌تان را از دست ندهید. بیاییم این قافله را ادامه دهیم. عصر روز گذشته ابتدای خودروی بمبگذاری شده در هنگام خروج دانش آموزان مدرسه سیدالشهدا در غرب شهر کابل منفجر شد و سپس 2 مین کار گذاشته شده در بین وحشت و فرار دانش آموزان منفجر شد. طالبان دست داشتن در این حملات را رد می کند، اما دولت افغانستان طالبان را مسئول این حمله می داند. این نخستین باری نیست که دانش آموزان در این تپه ها دفن می شوند. در گذشته هم در غرب شهر کابل چندین حمله به مراکز آموزشی صورت گرفته بود که قربانیان این حملات در این تپه ها در اطراف شهر کابل به خاک سپرده شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.